من 10 سال خدمت کردم، خیلی را من ندیدم. این خیلی گپ خبر نیست در ارمیا. باور کنید، خوب باور کنید. بخدا قسم. در این کار البته رهبر دولت، البته جمعی مقامات‌هایی که همیشه شب روز برای آسودگی این مردم دستیاری در وای بر شما، وای بر شما. تا چند آدم اگر برادر دستات پیشی بر خمو بدوی و چاپلوسی کنی و مقصد پدخلی میکنی و دیگر کنی، همون قدر خدم خوار میشه، دینم همون قدر خوار میشه. پیشوای ملت، اساسگار صلح و وحدت. پروردگار همین خدمتی را که جناب عالی سرور ما کرده ایستاده است، پروردگار خودت میدانی. جناب عالی شما شخصی وای بر شما. این جهادی که این پادشاه ما و شما کرده است، چی در قزاقستان، چی در ملزی، چی در امریکا. شما تمام دخترها را فهمانید، اونایی که حجاب به سر میکنن و زنوه میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی وای امر معروف شرط نیست هویت بیاری حدیث بیاری. من یاد دارم در همون زمانهای شوروی هم مردمم در همونجا مقصد میمردن، یا یک تشک میپرون، یا در اون جوان جنجال میشیدن. در همون دوره همون موقع ها بود. دیگه اینها باید امروز باز میگم اینها باید که مانعی خدمت ما باید نباشه.